چیزی که ما نمیتونیم ازش غافل باشیم ترندهایی هستش که توی دنیا دارن به دنیا شکل میدن. من دیروز یه فیلمی که قرار بود که برای ایتالی لایف بگیریم اینو گفتم. وقتی که ارنست کلاین مثلا رمان بازیکن آماده شماره 1 رو مینویسه و فیلمش رو اسپیلبرگ میسازه چند سال بعد میبینیم پشتش دنیای متاورس شکل میگیره. دنیای که ما درش زندگی میکنیم باید کاملا 5 حواسمون رو شامل بشه، اما یکی از این حواسهای ما یعنی دیدن چیزی هستش که کاملا در اختیار دنیای دیجیتال. یعنی من اگر که روی این مبل میشینم چیزی که حس میکنم راحتی و نرمی این مبله، اما اون چیزی که میبینم رو نیاز نیست حتما بهش پایبند باشم. در دنیای دیجیتال، در دنیای متاورس، من رنگ، شکل و طرح این مبل رو میتونم تغییر بدم و اون چیزی هستش که حقیقتی هستش که همین الان داره اتفاق میفته. در دنیای آینده، در 5 سال آینده ما داریم با یه واقعیت روبرو میشیم که من خونم رو از لحاظ فیزیکی باید داشته باشم، اما دیزاینش رو 100% نیاز نیستش که به صورت ثابت داشته باشم و میتونم هر وقت که بخوام اینو تغییر بدم. یعنی و اون موقع تجهیزات و تکنولوژی هایی که باید به دیدن من و تسلط بر و تغییر دیدن من نیاز هستش محتاج بشن که الان اگر مثلا شرکت متا میاد یک عینک بزرگی روی چشم میذاره که من رو ممکنه اذیت بکنه، فناوری اومده که اونو تبدیل کرده به یک لنز. یعنی که تمام دنیای من و بالاترین حس من که دیدن هستش و باش دنیا رو میبینم، اون لنزه میتونه تغییر بده. پس ما یک بخشی از دنیا و شهری که میخوایم بسازیم فیزیک ماجراست، ولی رنگ و لعاب و اون چیزهایی قرار هستش ببینیم صرفاً فیزیکی نیست، میتونیم بسازیم. پس بخش تکنولوژی دنیای مجازی بسیار بسیار پررنگتر از هر چیز دیگه است. یعنی شما اگر من ببینم یک معماری ساختم که کروی هستش و روی لنز هم داشته باشم که این مکعبه، واقعیت مکعبه است، نه اون چیزی که واقعیت فیزیکی وجود داره. پس بنابراین من نیاز دارم که یک فیزیکی داشته باشم که این یعنی هر چیزی که قرار هست ما طراحی بکنیم فیزیکی هستش که اون دنیای مجازیه رو ساپورت بکنه، نه دنیای مجازی که اون فیزیک رو قرار توجیه بکنه. این موضوع واقعیت داره. پس بنابراین در اون شهر من با یک متغیرهای لحظه‌ای سر و کار دارم. یعنی چی؟ یعنی دنیا و تکنولوژی داره به سمتی میره که هر چیزی که من میبینم بر اساس خواسته شخصی باشه. میگن شخصی سازی. در دنیای امروز همه چیز در خدمت شخصی سازیه. حتی شهر، یعنی حتی شهری هم که من میبینم با ممکنه که با شهری که ایشون میبینه متفاوت باشه. اما نمیتونیم از فیزیکش غافل بشیم. مسلماً یک فیزیکی رو لازم داره، یک معماری لازم داره که بدون ورود، بدون نصب، بدون اون امکانات دنیای مجازی خودش نامبر وان باشه. ما داریم میبینیم هر چی که ترین داره ما توی امارات داره شکل میگیره. الان پروژه دبیمون و ماه دبی یک گستاخانه ترین پروژه است. ماه رو دارن در دبی میسازن، عین ماه واقعی. یا دبی رینگ و اون حلقه دبی در اون ارتفاع و به صورت با 4 تا پایه یک پروژه واقعا پیچیده معماری هستش، اما عملیاتیه. پس بنابراین یک نماد و یک شکل جسورانه که قدرت، ببینید ما هر کدوم از این بخش های تالی و در واقع گروه بیدار باید جسورانه و گستاخانه ترین طرح رو داشته باشه. توی مثلا بخش معماری یک سازه پیچیده معماری که تاکنون در ایران اتفاق نیفتاده، از کره گرفته یا هر شکل دیگه‌ای که مرتبط باشه با هویت اصلی تالی شکل میگیره. ما بقیه اون
باید با ترند دنیا پیش بریم. اگر مطمئن باشیم و اطمینان داشته باشیم که 5 سال دیگه ما دیگه با فیزیک سر و کار نداریم و همه چیز در دنیای مجازی داره شکل میگیره، حتی با یک لنز کوچیک روی چشممون همه چیز بر اساس خواسته من تغییر میکنه، پس باید این رو جدی بگیریم. یعنی اینکه نمیتونیم بگیم که الان من شهر کره‌ای میسازم ولی من دلم میخواد که یه شکل دیگه. این یه بحثه. ما بقیه حواس ما مثل همون چیزی که شما فرمودید، ما نمیتونیم در دنیای مجازی سرما و گرما رو القا بکنیم چون که با پوسته. پس بنابراین اون رو هم باید شخصی بکنیم. من دلم میخواد در خونم الان زمستون رو تجربه بکنم و بغل دستیم، شما همین الان توی یه ماشین که میشینید صندلی راننده میگه دما میخوام گرم باشه، بغل دستی میخواد سرد باشه، امکانش فراهم کرده. پس چرا در یه واحد من میخوام زمستون باشه، بغل دستی میخواد تابستون باشه، میخواد پنجره که باز میکنه شکوفه ببینه، اون میخواد برف ببینه. اینها همه در دنیای مجازی شکل میگیره. پس بنابراین این ترندی هستش که ناچار هستیم در آینده خودمون اون رو جدی بگیریم و ناچار هستیم که در این مجموعه به بهترین شکل و بهترین دنیا شکل بدیم و اون هم دنیای مجازی هست و تاچ کردن و دیدن دنیا مجازی. دیگه وقتی که این رو بگیم میشه دیزاین، میشه دکوراسیون، میشه حتی لمس و چشیدن. شما میدونید که الان روی پروژه‌ای داره کار میشه که بتونیم چشیدن رو هم به صورت مجازی القا بکنیم. نمونهش فیلم هایی هستش که ما به راحتی میتونیم دانلود کنیم و ببینیم. در دنیای مجازی و زمین دیگر میبینیم که غذاها تبدیل میشه به، من این پروژه خودم شخصا روش کار کردم، غذاها ریپلیس میل داره میشه، یعنی قرص ها و کپسول هایی که شما زمانتون رو سیو میکنه، نیاز نیستش بشینید پشت یک میز و اون قرص ها رو میخورید و نیازها و اون مواد معدنی پروتئین ها رو به صورت فشرده مصرف میکنه، مگر اینکه شما بخواید تجربه سنتی داشته باشیم. یعنی این رو هم بدونید تجربه های سنتی در اون شهر برای شما فراهمه، میتونید تجربه بکنید، اما تجربه های مدرن رو هم میتونید داشته باشید. اینها همه اون چیزهایی هستش که در دنیای ترند متاورس داره شکل میگیره و ما باید اون رو جدی بگیریم.